درود دوستان، امروز با آموزش گرم کردن انگشتان دست چپ به کمک تکنیک ویبره در خدمتتون هستم که یک تمرین خیلی مهمی هست برای هنرجویان ویولن که در مسیر نوازندگیشون بهشون خیلی کمک میکنه. خب بریم سراغ آموزش. انگشتتون رو روی سیم ویولن قرار بدین و سعی کنید که مفصل انگشتتون رو باز و بسته بکنید به این شکل. تو اجرای این تکنیک نیازی نیست که جای خاصی انگشت گذاری بکنید یا اینکه رو سیم خاصی انگشت گذاری بکنید. هر جا که راحت بودید. هدف باز و بسته کردن انگشتان و گرم کردن مفاصل هست. تو اجرای این تکنیک حواستون به چند نکته باشه. یک اینکه حتما مفصل انگشتتون رو باز و بسته کنید، چون هدف اصلی این تمرین باز و بسته کردن انگشتان هست تا مفاصل به اون ریلکسی و انعطاف برسن. نکته دوم این که شما میتونید به دو روش این کار رو انجام بدین. یک اینکه با آرنجتون این حرکت رو انجام بدین یا به کمک مچ دستتون این کار رو انجام بدین. پیشنهاد من این هستش که با آرنج این کار رو انجام بدین، یعنی کامل آرنجتون بیاد جلو و برگرده. نکته بعدی این هستش که شما دستتون رو از ساز جدا بکنید، چون اگر دستتون به ساز بچسبه شما تو این حرکت محدودیت داریم و نمیتونید به راحتی این تکنیک رو اجرا کنید. برای این کار لازمه که انگشت شستتون رو بیارید زیر دسته ساز. اینجوری دیگه شما دستتون از ساز جدا شده و راحت میتونید این حرکت رو انجام بدین. نکته بعدی این هستش که شما وقتی که با انگشت چهارم دارید ویبره میدید و این حرکت رو انجام میدید، بهتر انگشت 3 رو هم روی سیم قرار بدین و این دو انگشت رو با هم باز و بسته کنید به این شکل یا تو پوزیسیون. نکته بعدی اینه که موقعی که دارید این تکنیک رو اجرا میکنید ممکنه انگشتاتون روی سیم سر بخوره و به جلو یا فرضاً به عقب بیاد. هیچ ایرادی نداره، شما فقط این تمرین رو تکرار بکنید، جای انگشتان اصلا اهمیتی نداره. نکته بعدی و یه اصل مهمی که بایستی رعایتش بکنید، در تمام مسیر نوازندگیتون هم این اصل رو باید رعایت کنید، انقباض هستش. شما در انجام هر تکنیکی باید حواستون باشه که عضلات دست رو سفت نگیرید، انقباض نداشته باشید. هر بار که حس کردید انقباض دارید سریعا مکس کنید، دستتون رو از روی ساز بردارید و دوباره اون کار رو انجام بدید. و نکته آخر این که این تمرین رو سعی کنید در قالب الگوهای ریتمیک و در قالب الگوهای 4 تایی و 8 تایی انجام بدین. هرچند در اوایل کار اصلا نیازی به این کار نیست، فقط خود تمرین رو انجام بدین، اما به مرور و با گذشت زمان حتما منظم باشه در قالب الگوهای ریتمیک. مثلا 4 تایی بشمارید 1 2 3 4 1 یا 8 تایی 1 2 3 4 5 6 7 8. در اوایل بازم اینو سعی کنید خیلی آهسته انجام بدید، اما به مرور زمان سرعت کار هم میره بالا و طبیعتا شما میتونید با سرعت بیشتری این کار رو انجام بدید. خب مثلا من میشمارم انجام میدم یه الگوی 4 تایی و 8 تایی. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. امیدوارم این آموزش بهتون خیلی کمک کرده باشه و بتونید ازش استفاده بکنید.